دوست داری یه آلبوم عاشقانه جذاب رو خودت بسازی؟ اونم فقط و فقط با این شات؟ بریم که یادتون بدم. وارد این شات شو، از قسمت کلاژ گرید رو بزن. 2 تا عکس رو انتخاب کن و بعد تیک رو بزن. حالا وارد نوار ابزار شو، از قسمت کنوا یه سایز رو برای عکست در نظر بگیر که من سایز 3x2 رو انتخاب کردم. حالا از قسمت بوردرم یه بوردر خیلی جذاب برای عکسات در نظر میگیری و تیکش رو میزنی. سعی کن چند تا عکس رو به همین شکل خروجی بگیری و درستش کنی. برگردیم عقب. این بار از قسمت ویدیویی پروژه رو باز میکنیم و از قسمت فوتو عکسایی که خروجی گرفتیم رو انتخاب میکنیم. از نوار ابزار دیوریشن رو میزنیم تا سایز و تایم عکسمون رو مشخص کنیم و با زدن اون 2 تا گزینه تیک میتونیم همه عکس‌ها رو توی تایم در نظر بگیریم. حالا از قسمت ترانزیشن، اون بیلبیلکی که بین عکس‌ها قرار داره، میایم قسمت فولد و دومین گزینه یا سومین گزینه رو انتخاب میکنیم. دیدی چقدر ساده بود؟ بفرست برای کسی که سالگرد ازدواجش همین نزدیکی است.